بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید بیننده گرامی؟ حسین هستم از تهران. آقا حسین از تهران، بفرمایید. بیننده گرامی، ما دو مطلب رو مطرح کردیم در برنامه امشب، یکی لعن خلفا و دیگر اینکه امام زمان مالک زمین هست. بفرمایید. آقای انصاری، من اول جا داره تشکر کنم از خودت و همکارای مومن، دست شما را نکنه، خدا خیرتون بده انشالله. زنده باشید آقا حسین بزرگوار. آقای انصاری، ما همه اینا رو میدونیم. من بچه بودم تا اینکه بزرگ شدم، پدرم منو بزرگ کرده، مادرم منو بزرگ کرده، به میگفتن علی لنگر زمین و آسمونه. جای دیگه میرفتیم به صحابه پیامبر لعنت میفرستادن. ما گمراه بودیم. من واقعا پیرو شیطان بودم تا این چند وقت پیش که شروع کردم از اول تا آخر قرآن و این ترجمه زیرنویس شما خوندم. خواهی ناگاه چشمم خورد به این برنامه شما، وایسادم این برنامه شما رو نگاه کردم. واقعا چیزایی که تو قرآن نوشته بود، خدا میگه که تا من نخوام کسی هدایت پیدا نمیکنه. واقعا صدق الله العظیم. واقعا اینجوریه. یعنی خدا خواست که من از این گمراهی در اومدم. خدا خواست که من به حرفای پدر و مادرم گوش ندم. خدا خواست که من به حرفای این رافضیای دروغ گوش ندم. آقای انصاری، قلبم گیج میشده، احساس میکنم در هر لحظه دستم تو دست خدا. هر جایی که قدم میذارم به یاد خدا، هر چیزی که چشم باز میکنم میبینم، میگم الهی شکرت، اینا همه نعمت تو خدا. این کره زمین هیچی توش نبوده، خاک بوده. ما از این خداوند انقدر قدرت داشته که ما رو از این خاک وجود برده. این همه نعمت جلوی چشم ما گذاشته. ما سرمون رو بالا نمیکنیم بگیم یا ارحم الراحمین. چرا بگیم کسای دیگر رو واسطه بذاریم؟ مگه خدا تو قرآن نفرموده؟ مگه نفرموده تو همین قرآن که من خوندم زنای پیامبر علیه السلام مادر مؤمنین هستن؟ آیا یعنی ما شیطانیم که اونا مادر ما نیستن؟ چرا باید بگیم که زنش خوب نبودن؟ چرا ما باید حرف کسایی که این بزقلات رو در میارن گوش بدیم؟ ما چرا مثلا باید بریم به حرف حتی پدرم یا مادرم گوش بدم؟ الان همین پدر و مادرم اینجا نشستن، صدای تلویزیون شما رو قطع کردم، دارم از گوشی با شما صحبت میکنم. آقای انصاری، انشالله که اون جوری که خدا این رحمت الهی نصیب من کرده، این قرآن رو خوندم، این برنامه شما رو دیدم، تمام این شیعیان ایران واقعا این رحمت رو نصیبشون بکنه. واقعا صدق الله العظیم. من تشکر میکنم از خدا. واقعا چیزایی که تو قرآن خوندم، این خیلی بارها تو قرآن گفته تا من نخوام کسی ایمان نمیاره. درست. یعنی اینا که پیرو شیطانن، خدا روشون ازشون برگردونده. این همین آیت الله قزوینی یا همین امثال این. ما چه انتظاری میتونیم از این داشته باشیم؟ درست. تشکر از شما. من ازتون ممنونم آقای. تشکر از شما آقا حسین بزرگوار. من خیلی خوشحالم. من خیلی وقته که دوست دارم صدای گرم و گرامیتون رو بشنوم. سلامت باشید. الانم خیلی وقت، نیم ساعت پشت خطم هی با خدا حرف میزدم، میگفتم خدایا قسمت من بکن صدای آقای انصاری هم بشنوم، ما هم بتونیم انشالله اون کسایی هم که صدای ما رو میشنون بدونن که منم تو همین خانواده بزرگ شدم که به زور، یعنی نمیتونستم اسم هر کسی رو بیارم. الان بزرگ شدم میتونم. عقل، یعنی همین برنامه که اول کلیپی که گذاشتید، همون بچه‌ای که گفت لا اله الا الله، جز خدا معبودی نیست و همین سوره فاتحه رو خوند. این یعنی عقل کامل یه انسانه. این یعنی پیرو سنت پیغمبر، نه اینکه پیرو شیطان و آخوندهای رافضی و آقای قزوینی. من چرا مثلا تا همین چند وقت پیش من حتی از اون بچه کمتر بودم، مثل قزوینی بودم، به حرفای قزوینی گوش میدادم. همین پدر و مادرم که الان اینجا نشستن به من میگفتن علی یه سیبیه که از وسط دو نصفش کردن، یه نصفش خدا، یه نصفش علیه. اینا هم ساده‌ان، اینا هم مثل من بودن، اینا هم از این اون شنیدن. همینا به من اجبار میکردن که مشکی بپوش، برو نمیدونم سینه بزن، برو نمیدونم نزدی آسمان بیار، فلان کن، بیسار کن. اینا نصفش، نمیگم من انکار نمیکنم اینا رو، نه، به گفته شما من اعتقاد دارم به حرفای قرآن و اینکه شما میدونم اعتقاد دارم چون شما گفتهاتون طبق حرفای قرآنه. آقای انصاری، همینجور که شما امام حسین و حضرت علی و همه اینا رو قبول دارید، واقعا
چرا مثلا حضرت عمر، حضرت ابوبکر اگه انسان‌های بدی بودن، خود پیامبر تو همین قرآن گفته عمودان به خدا قسم اگه خورشید و ماه و بدن تو دست چپ و راستم بذارم، من تو دین خدا رو کامل نکنم، از هیچ کسی نمیترسم. حالا چطور پیامبر مثلا اگه اینا آدمای خوبی بودن خب باشون وصلت نمیکرد، اگه اینا آدمای بدی بودن خب از دختر ازشون نمیگرفت، یا اینکه بهشون زن نمیداد، یا اینکه باشون راه نمیرفت. خدا تو قرآن فرموده که من از کسایی که یاران پیغمبرم راضی‌اند و تو بهشت در میان اینا. چرا من مثلا وقتی بزرگ شدم، وقتی الان دارم تو جامعه میچرخم، وقتی خدا هدایتم کرده قرآن از اول تا آخر خوندم، وقتی که الان دارم واسه پدر مادرم هم میگم ای ساده هایی که تا الان به من میگفتید علی سیبی بوده از وسط دو نصفش کردن، بیایید قرآن رو از اول تا آخر بخونید ببینید اسمی از علی هست، اسمی از کی هست، اسمی از کی هست، اسمی از فلان و فلان هست. فقط اشهد ان لا اله الا الله، همین کافی است. ما بهترین مجتهد قرآن آقای انصاری به خدا. آقای انصاری من از برنامه خوبتون متشکرم. تشکر از شما. آقای انصاری من از خدا ممنونم، واقعا نعمت خدا بود. من واقعا از همتون ممنونم. الحمدلله الحمدلله. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر. آقای انصاری خدا بچه‌های همه شما مؤمنا رو واسهتون نگه داره. زنده باشید، سلامت باشید برادر عزیز. الله متعال سعادت دنیا و آخرت. من از شما ممنونم که به حضرت علی و و امام حسین و اینا همه احترام میذارید، به صحابه پیغمبر و اینا که احترام نمیذارن. اینا مطمئن باشید شما یه چیزایی شرمنده ها شاید ندونید، یه چیزایی میدونید یه چیزایی نمیدونید. اینا همین کسایی هستند که زنای مردم و زنای همین کسایی که اون اصلی کاریشون به دروغ و به نمیدونم هزار تا چی فرستاد شهید کرد، زنای اونا رو رفتن صیغه کردن، از خبر ندارن از ناموس خودشون. یعنی صیغه تو قرآن نیومده، من چرا مثلا راضی بشم با یکی صیغه کنم؟ من واقعا ممنونم برنامه خوبتون. تو رو خدای خورده از خودتون تعریف کنید، از حفظ قرآن، از اینکه ما چطور میتونیم زبان عربی رو یاد بگیریم. من واقعا به این مادر ساده که الان اینجا نشسته 100 بار میگم بذار من برم با یه عرب ازدواج بکنم، بشه یه حداقل یک کار خیر واسه بچه‌ای که میخوام به دنیا بیارم، به امید خدا که اونا حداقل بتونن اهل سنت پیغمبر رو پی بگیرن. هزار میگه نه اینجوری اونجوری. خدا تو قرآن گفته یا ایها الناس، نگفته ای عرب ها، ای عجم ها، نگفته ای رومی ها، نگفته ای ملت افغانستان. آقای انصاری من واقعا از شما سپاسگزارم، فقط خیلی چیزایی نگفته هست زیاده، اما آخریشه. تو رو خدا بیشتر توضیح بدید. دست شما در نکنه. من معذرت میخوام وقت برنامه‌تون هم گرفتم، دست شما در نکنه. زنده باشید. تشکر از شما. زنده باشید. تشکر از شما. خدا نگهدارتون.